اگر دنبال یه دزدگیر معمولی هستید این ویدیو برای شما نیست، اما اگر دنبال یه چیز متفاوتی تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. سلام، امروز میخوام دزدگیر وینتک رو معرفی کنم. اول از چند تا قابلیت معمولی شروع میکنم. قابلیت هایی که توی اکثر دزدگیرها دیده میشن: کنترل از طریق تماس و پیامک، کنترل با اپلیکیشن، نامگذاری زونها، ذخیره شماره ها و یک سری امکانات پایه. اما چیزی که وینتک رو متفاوت میکنه قابلیت های خاص و کاربردیشه. اول داشتن 7 خروجی قابل کنترل، یعنی با گوشی میتونید کولر، چراغ، پمپ یا هر وسیله برقی رو از راه دور مدیریت کنید. دوم، گزارش‌دهی هوشمند و دقیقش: قطع برق، قطع باتری، قطع خط ثابت، شارژ پایین سیم کارت و حتی سوختن فیوز آیوکس دستگاه رو لحظه‌ای گزارش میده. این سطح از جزئیات تو دزدگیرها معمولاً دیده نمیشه. سوم، قابلیت پارتبندی واقعی دو مکان، یعنی با یک دستگاه میتونید دو جای مختلف رو همزمان و جداگانه مدیریت کنید. مثلا این دستگاه میتونه همزمان مغازه رو مسلح و انبار رو غیر مسلح نگه داره. چهارم، شنود محیط و مکالمه دو طرفه بدون نیاز به تنظیمات پیچیده. اما چند تا امکان حرفه‌ای دیگه که خیلی‌ها نمیدونن دزدگیرها هم میتونن داشته باشن: قابلیت تنظیم زمان آلارم و تنظیم ولوم دیجیتال صدای ریموت و آژیر، هم از داخل منو و هم به صورت پیامکی. مثلا هر موقع خواستید میتونید صدای آژیر اسپیکر رو از 0 تا 60 کم و یا زیاد کنید. داشتن 10 تایمر مستقل با سناریوهای مختلف با تنظیم دقیق تاریخ و ساعت. مثلا روشن شدن چراغ‌ها یا فعال شدن دستگاه در ساعت مشخص. تنظیم حرفه‌ای زون‌ها در حالت‌های 24 ساعته، تأخیری، دینگ دانگ و کیفر و انتخاب نورمال اوپن یا نورمال کلوز برای هر زون به صورت جداگانه. امکان اضافه کردن 20 ریموت با فرکانس 315 مگاهرتز و مدیریت کاملش، یعنی اضافه کردن، ویرایش و یا حذف از داخل تنظیمات دستگاه. و همینطور 20 سنسور بیسیم با فرکانس 315 مگاهرتز که میتونید هر کدوم رو ببینید، ویرایش کنید و یا حذف کنید. در آخر هم ثبت 99 رویداد آخر با تاریخ و ساعت دقیق که برای ردیابی هر اتفاقی فوق‌العاده کاربردیه. اینها ویژگی‌هایی هستند که وینتک رو از یک دزدگیر معمولی به یک سیستم امنیتی کاملا هوشمند تبدیل می‌کنه.